یا مرد که لیلا بودی ساعتی ممکن همی 11 تومن اخوجان دوشنبه اومد و ماشین خطی یکی چراغوش میموره وای نو شوفیر نمیدونه چی کار کنه ایسوسو نگاه میکنه که یک کبین ماشین کفو یا ماشین چراغوش گیران اومده سه انا میگه یک ماشین اومد کفوش میشنم در ماشین میشینه تیار میسه ماشین میگذاره کفوی میره یک اون ماشین میسه اینه بیستاده او یکا اون ماشینه تگیر ما گذاریم او یکا کجا میگذاریم ما حولیم بر رسیدم ملکه شما کفوی من کجا میرید یک کسی که دیگه شود یک مستفید دیگه بیا نخیر رفتشین ولی اکی بختی بیا بگاب زن بعد یک مستفید دیگه همین گوش گو میکنه پریشان خاطر ایسوس همین سرش ویران بعد درونی ترالیبوس با میشیند لبای اکی بختی رو میگی او جهازی میبیر رفتشین جان تسد ما تگی بلا بنمان بعد پریشان خاطر درونی ترالیبوس انا اومد بیا جورا جان بیا زیبی مجلسم یک قرصه برای این بچه دو بار میبرم اونو می نکنیم السلام علیکم شما نغزین تینجین سلام تو نغزای نامو چیه صنوبر دختری ها ما با بچه کده برای چیکا فتا گشتیم اینا کو قندو تا ان خیگرد یگون بچه تو لیز نمیگرد اگر کلام شوی کو اون من دور میگرزن فهمیدی تو چی برانگی بچه переводчик یک کسی دیگه کی این بچه کشورو بیا سلام کنیم اینجا بیا خود جلوشه بیا اینجا السلام علیکم تاغا جان نغزین تیجی خوبی نام شما چی چی گفت دقت نامتون چیه چی گفت نام چیه صنوبر نام این بچه چیه نام تا بگو نامش چی بوده افبر تو ای کجایی ای دنغره خرسک دنغرگی نامش چی بوده ای بچه نامش چیه تو ای کجا اومدی اخانه قندو این جوره ای منی از من چه شکلات میده پول میتیم هر دومو جورا این همسی فی ما مازش گوری خمایداش دو رفت همسی بوده ما قطی که آمدی اخانه قطی که خانه میری راو خاچوا مردمی دنگاره که دیگه میزنیم سنابره قطی که اومدی قطیوچم آتات کو آتم خونه ده دادنگره چند روزه اومدی 8 روزه یکنیم هفته ما تو میستیم جوره دایی دوشنبه 8 روز اومده آتاتا نغز ببینی و آچاتا آچاتا کندو تزن این لباسو یکی خری آچم پولا کی دو آتم آتات کار میکنه ها دا کجا در خونه آچات چی کار میکنه آچم کار میکنه آتات در خونه چی کار میکنه در خونه کار میکنه چی کار میکنه کار چی کار کار میکنه چی کار اوقات میکنه چی با که قرصک نمیزنی تو شما برای واه قندوش ازنه سنابر جان آتش کار میکنه یعنی اوقات میکنه آچات چی کار میکنه میخره قندو تزن
تو آچه نظم میبینی یا پولا؟ پولا. یک خرسه برای صنوبر بانو. خوش آمدید. یک گلدسته صنوبر بیا. ایدنگر آمده اینجا بیا. همون بخ 84 که همین گل مهمان داده. آج جان شما. با گل ادم پس گیر بیا آج جان شما. زنده باشه سلام باشه. تاغا جان سلام علیکم. چیکار شما نازمی تیزمی؟ این بخ 84 رو ببینید. ای هفت ساله مخلص داره. شما کجا اومدید؟ ما ای خطلو زمین بستان زمین. شما مخصوص برای بخ آمدید می؟ کدام صورتش معقوله؟ آرام بست کدام صورتش معقول؟ جنبان زنده باشی. اگر بخ 84 بخ اینجا بیا برای قرصه که استعمال میگیریم بخ مهمان‌ها تمام کنار جنوبی هم وادی ختلان و زرافشان و بدخشان و ناحیه‌های تابع مرکز اومدن. شما این بزم نوروزی بخ 84 بود و با نگفته نماند که ساعت 5 دویم سیانس سرودهای تر و تازه بخ همش مایلش. بعد اونی که گفتیم ساعت 5 با دویم سیانس میشه سرودهای نو میخونی. این مایله. وای خیلی گل دخترای جوانو مایلش. تاغام ببینید کجا اومدن. پرسید کدام سرود معقول؟ پرسید ها یک دو سه جنبان معقولش ندیدم اونجا جنبان الان که فهمیدید شما با یگان سوره دیگه شما میدونید شما تاجو شما چند ساله 58 نیکی دامراتون چینا رو هم نمونده گاب نیست صدقه سر اکای با 74 مخلص که از ما دستیم این مخلص ما اونجا شناخته کردیم تا همه کنسرت هستن نام این مخلص ولی پرسه فایزالی همین تاکه فایزالی می فایزی علی واه یکاس دو نام داره تمام کنسرت با 84 است همین کسی خب زنده باشین سلامت باشین الهی برای یک کارت برای مخلص دومی با 84 زنده باشین سلامت باشین تمام بیا سر میکنیم اکن بیا بیا ما مصلحت کردگی مردمی دنگره کردیم سلامت باشیم حالی آدم پس با برو جوی خواهر جان ای جوره جان میگم خشه مرحمت جنبون و من یک صحبتی آزاد میشوه کدام ای گل دختران مخلص اشهدی بخ 84 شما یگون سرود چه میدونی بیا مرحمت دو مصرش کی میخونه سرودی بخ 84 کی ای بیاد اینجا بیاد بیاین دو تا دختر بیا با کی شما چی خواهر بیا لا یا بیا اینجا بیا خواهر این دیگر نه برو واه بیا ندا ها یه سلام نام شما رابیا بون نام شما دیلانگیز ایجستم ما پیش رابیا استم بخیر تماشا کن جرا زور میبینم خود شما از کجا دیلانگیز دوشنبه شما از کجا وحدت سلامت باشین خوش اکشش نختی کی این کرد با 84 او سلامت باشین یکون سرودش معقول تو با کدام سرودش میدونی کی جنبان آخه این جمهوری یکون بالا داره می جمهوری چی معنی داره بیا وای گوید ها می جنبانی چیه زمین و زمانه چی رو می جنبانی زمین زمانه خیلی می جنبانی ای خیلی می جنبانی همین جنبان همین خیلی می کنی خان تو جنبان نگو دو بسرش خان جنبان جنبان خوش رو چه جنبان قدی لرزانم من بردم در هر دو چشمای شیرین آرامی جانب بناز میره یا ایسته من قدماتا آیسته تر با جنبان کی نشکنی کبلو کتا یکی میرنگز جان استادر جنبانه که کبلوکه بو نشکنه مالش می شما یکان سوری دیگر شما میدونید بخیر همین نمیدونید میخونیم گپ نیست مرام نه مالش حاضر میخوند یک کابل که احتیاط کنید مالش می سلامت باشین روی زنده باشین جنبون
رفتیم مرحبا سلام باشین